درود فراوان خدمت شما. من یوشا هستم از کانال تولد معنوی. امروز میخوام بریم سراغ پاکسازی چشم سوم. قبل از اینکه بریم به این موضوع بپردازیم حتما ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن و این ویدیو رو برای دیگران بفرست. تو ویدیوی قبلی راجع به چشم سوم، علائم پرکار بودن، کمکار بودنش صحبت کردیم و اینکه چه تبلیغاتی راجبش میشه. تو این ویدیو میخوام راجع به پاکسازیش صحبت بکنیم که چه کار بکنیم چشم سوممون متعادل تر بشه. همونطور که راجبش صحبت کردیم در ویدیوهای قبلی، موقعی که میخوایم چاکرای چشم سوممون به یک ثباتی برسه، به یک اندازه از انرژی برسه که ما رو اذیت نکنه. یعنی چی؟ یعنی که من موجودات عجیب و غریب نبینم، حس‌های عجیب و غریب نداشته باشم، یهو توهم نزنم چیزی کنارمه، چیزی پشت سرمه، این ور اون ور، تو اتاق، تو خونه است. من چی کار دارم به این کارا؟ برای چی باید به این چیزا من بپردازم؟ مثلا بدونم که چه اتفاقی میفته، چه کمکی به من میکنه. برای اینکه دچار این درگیری‌ها نشیم، برای اینکه بیایم خرابکاریایی که کردیم رو درست بکنیم، یه چند تا کار لازمه که انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم ماساژ چشم سوم، یعنی ماساژ این قسمت. شروع میکنیم ماساژ دادن، دورانی حرکت میکنیم و شروع میکنیم حالا به طرفین و یا از حالت تپینگ استفاده میکنیم. خیلی ساده، نه اینکه محکم بزنیم، خیلی یواش تپینگ و تنفس شکمی رو انجام بدیم. خیلی ویدیوی کوتاهیه این ویدیو چون خیلی ساده است راهکارها. قدم بعدی میایم آروماتراپی میکنیم، یعنی روغن درمانی میکنیم. میتونید از روغن لونده استفاده کنید یا همون اسطقدوس استفاده کنید و بچکونید اینجا روی دستتون، یا دوباره ماساژ بدید یا روی نبضتون بذارید و بو کنید، یا روی این زیر گوش بزنید. موقعی که عطر کجا میزنید؟ همینجا دقیقاً زیر گوش بزنید. ولی بهترینش اینه که این ماساژ رو انجام بدید و تنفس شکمی داشته باشید. دوباره مورد بعدی که میتونید داشته باشی یوگا انجام بدید با تمرین هایی که مخصوص گردن هست. این تمرین باعث میشه که کل این یه تیکه تحت تاثیر قرار بگیره، چون چشم سوم برعکس همه که فکر میکنید فقط یه تیکه هست، چشما هست، بینی هست، این فک هست، بخشی از دندون ها هست، این یه تیکه مثلث اعصاب هست. یعنی همه اینا ربط داره. این یه تیکه گونه هست، گوش ها هست، چشم ها هست، اینا همه به چشم سوم ربط داره. بنابراین وقتی که تمرین یا ورزش گردن رو انجامی توی یوگا، این کمکت میکنه. قدم بعدی که میتونی برداری دقیقاً همین قدم زدن در طبیعته یا بودن در طبیعته. گل‌های مثلا رنگی ببینی، رنگ بنفش، حالا نری دنبال بنفش رو بگی، گل‌های رنگی. این خیلی کمکت میکنه. پیاده روی کردن توی طبیعت خیلی کمکت میکنه. بتونی با چاکرای ریشه بشینین، چهارزانو بشین رو زمین، واقعا حالا یه زیراندازی هم بندازی و تنفس شکمی داشته باشی و تصور بکنی انرژی داره از چاکرای ریشه میاد بالا، میرسه به چشم سوم، انرژی دوباره برمیگرده، سیاهی یا کثیفی رو میدی به پایین و از طریق چاکرای ریشه دوباره میری تو زمین. این کمک میکنه به پاکسازی چاکرای ریشه بدون هیچ کار اضافه‌ای. قدم بعدی که میتونی برداری مراقبه و مدیتیشن هست که این خیلی مهمه. بعضی وقتها ما با مراقبه هایی که انجام میدیم دوباره یک آسیبی به چشم سوم یا غده پینئالمون میزنیم. چرا؟ چون مراقبه‌ای که انجام میدیم یا روی فرکانس خاصیه، موزیک مراقبه‌ای که انتخاب میکنیم فرکانسی بالاتر از میزان فرکانس یا میزان توانایی ماست، بنابراین اذیت میکنه. خیلی وقتا مردم فکر میکنن که اگر یک موزیکی رو پیدا کنن که فرکانس بالاتری داشته باشه براشون خیلی کارسازتره و بهتر جواب میده. ما فرکانس 20 میلیون هرتز هم داریم، الان هست تو یوتیوب. حالا من نمیدونم چجوری رو درست میکنن ولی هست. فکر نکنید اگر اون رو برید گوش کنید خیلی برای شما بهتره. شما از فرکانس میتونی 518 شروع کنی که هم ریپیر میکنه دی ان ای تو، ژن تو تغییر میده، یعنی در واقع آپدیت میکنه یا اکتیو میکنه، یا اینکه از فرکانس 432 استفاده کنی، دیگه نرمال ترین نوع فرکانس هست، و یا از فرکانس مخصوص به خود چاکرای چشم سوم که توی یوتیوب سرچ بکنید قطعا پیدا میکنید. اما اگر مراقبه هدایت شونده گوش میکنی، یعنی با مراقبه هدایت شونده میخوای درمان بشی یا اون تعادل انرژیکی رو در خود ایجاد بکنی، خیلی مهمه که چه کسی رو
انتخاب میکنی، صدای چه کسی در گوش تو پخش میشه، چون اون مراقبه هدایت شونده‌ای که کسی داره برای تو میخونه عین هیپنوتیزمه، فرقی نمیکنه. منتها از نظر ذهنی و تو متوجهش خیلی نمیشی. اما بهترین چیزی که در واقع توی مراقبه هدایت شونده میتونی بهش بپردازی اینه که من حال خوبی دارم، حس خوبی دارم، صدای این آدمو میشنوم، چه حسی دارم؟ حس آرامش بهم میده، حس انرژی، به انگار انرژی داره بهم وارد میشه، هر کلام این انگار انرژی رنگی میشه برای من. این یعنی ارتباط خوبی برقرار کردی با شخص هدایتگر. اگر در این صورت باشه میتونی از مراقبه ها استفاده کنی و خیلی هم خوبه. اما اگر نمیخوای از این مراقبه ها استفاده کنی، بیا موزیک مخصوص به اون چاکرا، حالا یا چشم سوم یا هر چاکرای دیگه که درگیره، موزیک مخصوص به اون استفاده کن و شروع کن تنفس شکمی کردن. تصور کن، تجسم کن که بعد از اینکه 10 دقیقه تنفس شکمی کردی توی چاکرای چشم سومت نشستی. تجسم کن نشستی اینجا با همین حالت و با هر نفسی که میکشید انرژی های منفی اینجا رو داری جمع میکنی یه گوی داری جمعش میکنی و با نفس عمیقی که میکشی این گوی رها میشه، میری بیرون. پس چی شد؟ اول تنفس عمیق شکمی رو انجام میدی بین 10 تا 15 بار و بعد تجسم میکنی که در چشم سومت نشستی، یعنی در پیشونیت به این حالت نشستی. اون تو شروع میکنی تنفس عمیق کشیدن و با هر نفسی که میکشی انرژی منفی و سیاهی و گرفتگی ها رو جمع میکنی، تبدیل میکنی به یک گوی حالا سیاه رنگ یا هر شکلی که دوست داری. وقتی کثیفی باشه پس طبیعتا سیاه رنگ میشه و بعد اون رو رها میکنی با نفست. با هر نفسی که داری، با هر بازدمی که داری، بخشی از اون رو رها میکنی بیرون. این کمک میکنه به آرامش و پاکسازی چاکرای چشم سوم تو. این کارا رو انجام بده و اینکه از تحقیقات اشتباه اجتناب کن، نه از تحقیق کردن. تحقیق اشتباه چی میشه؟ فلان دعا رو بخونیم چشم سوم فعال میشه، فلان آیه رو اگر ما 1000 بار تکرار کنیم، 40 شب تکرار کنیم، چشم سوم فعال میشه. اولین سوالی که باید بکنی اینه که چشم سوم من فعال بشود که چه شود؟ برای چی باید فعالش بکنم؟ آیا من درکش رو دارم؟ آیا من توانایی فهم این انرژی رو دارم؟ پس قبلش باید بیام رو خودم کار بکنم، روی خودشناسی خودم کار بکنم، روی باورهای خودم کار بکنم. اول برم سوالات ذهنی رو برطرف بکنم و با این نرم سراغ سوالام. در این صورت میتونم ازش استفاده کنم. خیلی ها هستن در از چشم سومشون استفاده میکنن در درمانهاشون، در مراقبه هاشون، در نمیدونم ایده پردازی هاشون. خیلی ها دارن استفاده میکنن اما از مسیر درست. اونهایی هم که از مسیر نادرست استفاده میکنن خب دچار همین درگیری ها میشن و تصاویر عجیب و غریب، باورهای عجیب و غریب، خواب میبینن، زندگیش میکنن، بازیش میکنن و خشمشون خیلی زیاد میشه، نیروی جنسیشون خیلی ضعیف میشه، تصمیم گیری هاشون خیلی ضعیف میشه. یعنی همش دو به شکن. اینا که فکر میکنم تو ویدیوی قبلی بخشش رو گفتم، اما ارتباط به شدت مستقیم با نیروی جنسی داره، یعنی کلا تعطیل میکنه. بنابراین میای بزنی مثلا ابرو رو درست کنی، چشمم کور میکنی. اینجاست که میای میگیم که آقا من اگر اطلاعات و آگاهی نداشته باشم بهتر از اینه که بخوام داشته باشم و اینجوری بلا سرم بیاد. دردهای میگرنی دیگه نداری. با همین راهکارهایی که بهت گفتم، راهکارها رو انجام بده و حتما این ویدیو رو برای کسی که دوست داری ارسال کن که بذار بدونه، کسی که فکر میکنه دچار این درگیری ها هست یا دنبال این تحقیقات این مدلی هست، حداقل بهتر تحقیق بکنه و نظرت هم برام کامنت کن، چون همین ویدیویی که داره ساخته میشه از نظرات خود شما هست. بنابراین حتما به نظرات، به کامنت ها دقت میکنم و ویدیوهایی که مناسب هست رو براتون میسازم، براتون درست میکنم. برای این ویدیوها زحمت کشیده میشه و فقط این نشستن صحبت کردن نیست. 100%. حتما لایک بکنید و برای دیگران بفرستید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. مرسی از شما، ممنون.